50,000 سال قبل از آفرینش آسمان و زمین الکی تقدیر تمام خلایق، مقدار عمل همه خلایق همه را تقدیر بندی کرده است، همه را آفریده است، نوشته است در لوح محفوظ. ببینید حضرت عباده ابن صامت انصاری صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند بار رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان اول ما خلق الله القلم، بدرستی اول چیزی که خداوند خلق کرده است قلم بود. فقال اکتب، پس امر کرد به همون قلم آفریدش بنویس. قال ما اکتبو، قلم گفت پروردگارا چی بنویسم؟ قال اکتب القدر ما کان و ما هو کائن الی الابد، گفت تقدیر بنویس، هر چیزی که هست و هر چیزی که می شود تا ابد، تا به انتها را، هر چیزی هست بنویس. علم خدا انتها نداره و قلم همه را ثبت کرده است، الکی نوشته شده است. رفعت الاقلام و جفت الصحف، یا تا باشه یک 2 هفته پیش در این موضوع صحبت کرده بودیم همین حدیث که پیغمبر گفت الکی قلمی که تقدیرها را می نوشت برداشته شده است، الکی صحیفه ها خشک شدگیان، تقدیر خدای تعالی الکی رفته است و کسی او را عوض کرده نمیتونه اگر تقدیر مطلق باشد. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکند حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو الصادق المصدوق، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیغمبری که صادق است، هر سخنی گفته است تصدیق خودش یافته است، برای ما حدیث کرد ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه ثم یکون علقه مثل ذلك ثم یکون مضغه مثل ذلك. هر کدام شما گفت پیش از آن که اعضاها تو ظاهر شود، پیش از آن که صاحب انگشت دست پا و سر بینی گردید، در زهدان در بچه‌دان مادر تو 40 روز به شکل نطفه میمونه. نطفه همون سپرما، همش یک سپرماتوزوید میمونه. بعدا همون نطفه به علقه، به خون بسته مبدل میشود، همین مقدار با 40 روز دیگر. بعد در 40 روز دیگر آهسته آهسته خون بسته مضغه میشود، یعنی گوشت پاره میشود. ثم یرسل الملک فینفخ فیه الروح و یؤمر باربع کلمات. بعد میگه یک ملائکه از جانب خدای تعالی متصدی میگردد، فرستاده میشود در همو گوشت پاره 120 روزه که الکی کم کم انگشتاش دیار شده است، نمودش ظاهر شده است، روح میدمد، روحی را که خدا خلق کرده است و امر کرده میشود نوشتن 4 کلمه. بعضی شارح‌ها میگن که ملک قبل از او که بیاید روح در بدن آدم بدمه، اول لوح محفوظ میروه، تقدیر همون بنده را میبینه که چی مقدار زندگی میکنه، چی کار میکنه، چی نوع میبره، از خود چی کارها نشان میده، جنتی است یا دوزخی، همه را رونویس میکنه، حفظ میکنه و بعد میوره مینویسه. همون دینکه ما و شما دا همه همین نوشتگی است. امروز عالمای طب میگن که اگر همون دینکه را رسشفروت کنیم 500 کتاب میشود، هر کدومش 900 صحیفگی، یا 900 کتاب میشود، هر کدومش 500 صحیفگی. تمام عملهایی که با ما میشود، هر بیماریه که در آینده ما را انتظار است، همش در همون دینکه اومده است. همه بیماری های ارثیه که در اجداد و اولادی 70 پشتد رفته است، همش نوشتگی است. ببینید امروز علم هم اثبات کرده است. یؤمر باربع کلمات بکتب رزقه و اجله و عمله و سعید او شقی. 4 تقدیرش نوشته می شود. اولش رزق روزیش، چی نوع زندگی میکنه، آیا رزقش فراخ است، بایه کمبغل نویسن. اجلش کی میبره در کجا، عملش چی نوع عمل میکنه،
و دوزخی یا جنتی بدنش همون وقت علاقه ثبت می شود. وقتی طفلک 120 روزه در بطن مادر است، بعد حضرت صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد فوالذی لا اله غیره ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنه حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل اهل النار فیدخلها. قسم به خدایی که غیر او معبود بر حق نیست، هر کدام شما بندگان یا یک نفری شما مثلا عمل جنتی ها را میکند، همین قدر شخصی صالح خوبی هست، همین قدر خدا ترس خدا پرستی هست که بین او و بین جنت 1 ذراع بیش مسافه نمونده است، همین فقط همین جان دادن مونده است، همین جان بده درست جنت میرود. اما اگر خدای تعالی او مرده که دوزخی نوشته باشد، یک وقت کار رنگ دیگه میگیرد، دست به فسق و فجور میزند، بدگهر میرود، نصرانی میشود یا از این بدتر زردشتی میشود و عمل دوزخی ها را انجام داده و راست به قعر جهنم میرود. همین چیزا ما در حیات میبینیم. حجت به گرفتن نام ها نیست، اینه که برای زیرکا همه اشاره کفایه میکنه. و این احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل اهل الجنه فیدخلها. و یک نفری هست که عمل دوزخی ها را میکند، شراب نوش است، زناکار است، فاسق است، فاجر است. خداوند در لوح محفوظ نوشته است که همین آدم جنتی است. یک وقت میبینه که کتاب کار میته، اصلاح میشود، توبه میکنه، رو به سوی خدا میارد، خدمت‌های ارزنده میکند، در راه خدا به شهادت میرسد، راست جنت میرود. انما الاعمال بالخواتیم، در جای دیگر اومده است که همه عملها به خاتمه شو دانسته میشود. پس تقدیر از جانب پروردگار است، او تقدیر را بدل کرده نمیشود. او چیزی نیست که او را بدلش کنید. میگن که ما نعوذ بالله ما قادر هستیم که تقدیر خدا بسازیم، هر انسان تقدیر سازی خود است. سبحان الله. همین شخصی که ماشین میزنش کوره میگه، از راه گذشت ماشین زدش، بعد مردم طعنه میزنن، آخه جوانمرگ اول نگه نمیکنی پیش قفوت بعد این راه بگذری. و وقتی او قضا اومد در تقدیرش نوشتگی است، کور میشود. چون قضا آید شود دانش به خواب، مه سیاه گردد بگیرد آفتاب. و وقتی قضا اومد او علم دانش در سرت سبیل میمونه. آفتاب روشن هم میبینی که پیشش حجاب گرفت یا آفتاب گرفتنش دنیا همه تاریکستان شد. این قضا ابر بود خورشید پوش، شیر اژدرها شوند زو همچو موش. از این خاطر عقاید قدریه، عقاید معتزلیه درباره اون که انسان گویا خالق کرداری خود است، اعمال بد از جانب خود انسان واقع می شده باشد، یک سفسطه بیش نیست. این عقیده اهل سنت و الجماعه نیست. در مقابل قدریه یک فرقه ظهور کرد با نام جبریه. جبریه اینا را جبری ها میگویند. چرا جبری؟ از برای اون که میگویند انسان قدرت ندارد هیچ کاری را انجام بده. انسان مثل همون درخت است، مثل که همین درختی بیچاره قدرت ندارد یگان کار انجام بده، انسان هم همون خیل است. حتی همون جنبیدن درخت هم با وزیدن باد مناسبت دارد. انسان هم هر کاری میکند، هر حرکتی میکند، همه از جانب خداوند مقدر است. از همین خاطر انسان جبران هر کاری را بکند میکند. انسان اختیارش در دست خودش نیست. این جبری ها متاسفانه در جامعه بسیار ریشه دووندن. حالا عمر خیام هم میخونیم، بعضی رباعیاتش از عمر خیام جبرگرایانه هستند، جبری هستند. مثل که جای میگد یا رب تگیلم سریشته ای من چی کنم، پشم قصبم تریشته ای من چی کنم، هر نیک بده که آید از من به وجود،
تو بر سری من نوشته ای، من چی کنم؟ از این نوجوان مردی زیاد میشود که خودت گناه کنی و با خداوند نسبتش بدی دیگر سپرتوی که از دستی من چیکار می اومد چی کنم. سبحان الله. خداوند میگه اینا هدیناه السبیل، ما ترا صاحب چشم و گوش و بینی و عقل فراست خلق کردیم، ما ترا هدایتت کردیم، راه درست نشان دادیم، چرا به راه درست نرفتی؟ وقتی که به راه درست نرفتی عیب است که مثلا تو بهانه کنی که در تقدیرم نوشته بود از دستی من چیکار میآید. حضرت مولوی یک قصه دارد، یک قصه نه شرح توضیح داده است بیچاره، همیشه بر ضد جبری ها. اختیار هست ما را بیگمان، حیث را منکر نتوانی شد از آن. هر یکی ما و شما به یگان شک شبهه اختیار داریم، خداوند ما را مختار خلق کرده است. حیث را منکر نتوانی شد از آن، سنگ را هرگز نگوید کس بیا، از کلوخ کس کجاب جوید جفا یا وفا. یگان کس سنگ میگه که سنگ بیا با پیش مکو، او سنگ قدرت ای کار کردن نداره، از همین خاطر میره خودت سنگ میگیری میوری. برزگاه را کس نگوید هین بپر، یا بیا ای کور تو بر من نگر. یگان کس برزگاه میگه کشش میگه که بپر، برزگاه بیچاره پریده نتونه، در حیز قوتش نباشد پریدن، چه خیلی را مجبور میکنی که بپر. یا یک کور بگو که تو بیا نگاه کن شفا شما را نگاه کن چقدر زیبا و آزاده، چشم بینا نداشته باشد. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای صنم. همون نقشه های میکشی که پگه او کارا میکنم یا حوزی از مسجد میبرم فلان کارا میکنم، همه قدش دلیل است بر اینکه خداوند ترا اختیار داده است، ترا مختار خلقت کرده است، یعنی صاحب اختیار جزئی هستی. جمله قرآن امر نهی است وعید، امر کردن سنگ مرمر را که دید. قرآن ببینه همه امر خدا است، امر میکنه یا از یک کار نهی میکنه، یا وعدت میته یا وعید میکنه. یگان که سنگ مرمر امر میکنه که اگر راست نبشتی قولت میکنم، او سنگ مرمر چی را میفهمه؟ پس ما صاحب اختیار هستیم. گفت دزد شحنه را که پادشاه، آنچه کردن بود او حکم اله. یک دزد شحنه میگیره، شحنهش پلیس میگیره شکر. دزد گفت که ای مردک خوب، همه کارم من با تقدیر خدا کردم، در پیشوریم نوشتگی بود در تقدیرم همه دزدی را کردم، اگه بیام ترا مردک خوب شد جواب موته. گفت دزد شحنه را که پادشاه، آنچه کردن بود آن حکم اله. گفت شحنه آنچه من هم میکنم حکم حق است ای دو چشمی روشنم. شحنه هم گفت جانم صدقه، اگه من با حکم خدا عمل میکنم، بدگهر حوض میگیرم دسته میبرم کلته میکنم میپرتم، همین هم با حکم پروردگاره. از دکان اگر کسی تر ببرد، کیم به حکم ایزی دست ای باخیرت. بر سرش کوبی دو سه مشتی کره، حکم حق این است که اینجا باز نه. هم یک تربک یک کس بیا یا بگیره یا دکان که تقدیر خدا بوده است، همین رزق روزی مورا خداوند به همین دزدی معین کرده بوده است، صاحب دکان به قفس چهار مشتش میزنه که رو تو سیا حکم خدا ای است که در همجا جاش مون، این مال مالی من ایت نیست. بر یک تربه چه این عذر ای فضول، می نباشد پیش بقال قبول. چون بر این عذر اعتماد میکنی، بر حوالی اژدهای میتنی. ای مرده که به عقل یک اندیشه کن، برای یک ترب که یک سوم قیمت نداره، وقتی که همه عذریت در پیش بقال قبول نیستی، بگوی به حکم خدای میزنه دندونات میده میکنه، تو چه خیل به امید همه عذر میشه که فرد روز قیامت خداوند بگه که هیچ بنده چرا عمل نکردی، بگوی که پروردگار رو در نصیبم تو کرده بدستی، تقدیرم تو تعیین کردی. چون بر این عذر اعتماد میکنی، بر حوالی اژدهای میتنی. از این خاطر علمای اهل سنت و الجماعه گفتن
لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین. در اسلام نه جبر است نه اختیاری مطلق، بلکه امر یک کار است بین این دو کار. یعنی که خداوند ما را صاحب اختیار کرده است، اما اختیاری ما اختیاری جزئی است. ما خالق اعمال شده نمیتونیم، اما کاسب اعمال شده میتونیم. ببین این اختیاری جزئی انسان چقدر بلند پرواز کرد. انسان از خسکپه و نمیدونم از غارهایی که در کوه کنده میشدن به کیهان برآورد. آن همون اختیارات جزئی، همون اختیارات اندک که خدای تعالی برای ما و شما داده است. امروز علم به حد ترقی کرده است که ای خونت میشینی با تمام عالم گپ میزنی. توسط آینه نیمگون تمام عالم همش یک خانه شده است. اهمیت بهت نمیره. تمام دنیا دیگه یک خانه شده است، یک مکان شده است. اما قدری که ولی تکنیک زورش نمیرسه، کمتر قفا مونده است. در پای 3 روز به مسکو را میره و ایلا با تلفن در 1 ثانیه در مسکو میرسی، یا که در تلویزیون هر لحظه مسکو را میبینی یا تمام دنیا را میبینی. همه دنیا به حیث یک خانه و یک شهرک شده است. همه را ببینه به همون اختیاری جزئی که خدای تعالی برای بندگانش داده است انجام دادن مردم. پس ما نمیتونیم بگیم که سبحان الله این قدری خدا به دست بنده اختیار نداره و بنده جبران هر کاری را میکنه. انسان البته که از درخت فرق میکنه، حتی از حیوان ها فرق میکنه، زیرا انسان عقل دارد. خدای بزرگ در قرآن عظیم شان تاکید میکند انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال. ما میگه امانت عرض کردیم بر آسمان ها، بر زمین، بر کوه ها. غیرت نکردن، قبول نکردن، هیچ کدومش قبولش نکرد. و اشفقنا منها، ترسیدن میگه از قبول امانت. و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این امانت انسان میگه به خود گرفت. امانت یعنی هم تکلیف خدا را بدرستی که این انسان میگه ظلوم است، یعنی عدل نداره، و جهول است یعنی که نادان است. اما علمای تحقیق بگویند که ظلوم است، عدل ندارد، اما امکان عدالت کردن داره. جهول است، نادان است، اما امکان علم دانش پیدا کردن دارد. زیرا خداوند براش اختیار داده است و خداوند هدایتش کرده است و خداوند براش پیغمبرها فرستاده است و خداوند براش کتابها فرستاده است. همه در قوت توانایی بشر هست. از همین خاطر در مسئله تقدیر قول اهل سنت و الجماعه همو است که نه جبر است نه تفویض، بلکه یک امر بین امرین. ما میگیم خالق کلی اشیا الله ذوالجلال است و کسب کننده انسان است. انسان میتواند کسب کند، قدرت کسب کردن دارد. در احادیث آمده است حضرت یک حدیث اندک برای بعضی‌ها مشکل بوده است، اوزی برای تو بیان میکنیم، ان شاءالله به شرحش میدیم. برای که در همین موضوع سوالم کردن، من از خودم از پیش خود مثلا یک موضوع را نمیگم. وقتی میبینم که در جامعه بسیار تشویش فراهم می‌آورد، سوال و جواب در اطرافش زیاد میشود، بعد اون موضوع را مطرح میکنیم. حدیث است متفق علیه، بخاری و مسلم روایت کردند، اما این لفظی که ما میگیم از مسلم است، مفصل تر آورده استش. حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت اسلامی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنند احتج آدم و موسی علیهما السلام عند ربهما. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند آدم و موسی علیهما السلام در نزد پروردگار بحث کردند. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری میگه یعنی در قیامت بحث کردن. فحج آدم و موسی، حضرت میگه در همین بحث آدم دست بالا بود، آدم غلبه کرد، آدم علیه السلام. قال موسی انت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك في جنته
تو میگه آدم هستی، ابوالبشری هستی که خداوند خلقت کرد، در تو روح خلق کرده شد دمید، ملائکه های نازنینش امر کرد اومدن در نزد تو سجده کردن، تو را در جنتی بی‌نظیر جای کرد. ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض. بعد اخی چیت بگم گفت با خطای کردگی فرزندای بیچارت از جنت کشیدی بروردی در زمین پرتفتی. مقصد به عیب تو امروز ما هممون زمینی شدیم و رفتیم. حضرت خواجه حافظ میگه من ملک بودم و فردوسی بر این جایم بود، آدم آورد بر این دیر خراب آبادم. ما مثل ملک در جنت بدیم، آدم علیه السلام گرفت همین داری فانی و داری خراب را گرفت آورد. حضرت موسی را همون سخن گفته است که این قدر نعمت خدا برات داد، تو خطا کردی بیچاره فرزندات در بلا موندی. فقال آدم علیه السلام انت موسی الذي استفاك الله برسالته و بكلامه و اعطاك الالواح فيها تبيان كل شيء و قربك نجيا. گفت بچه جان تو همون موسی بنی اسرائیل هستی که خدای تعالی تو را به پیغمبری برگزید، با تو تکلم کرد به واسطه، با تو لوح‌ها عطا کرد که در او تمام اشیا، تمام احکام خدای تعالی بیان کرده شدند. تو را از مقربان خود گردانید، در کوه طور با تو تکلم کرده سخن گفت. فبکم وجدت الله کتب تورات قبل ان اخلق. گفت خداوند تورات چقدر پیش از تولد شدن من، خلق کردن من ثبت کرده است، نوشته است. حضرت موسی گفت ب40 عاما. گفت یا آدم 40 سال پیش از خلق کردن تو خداوند تورات نوشت. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى. گفت ای موسی در تورات دیدی که خداوند بزرگ میگه که آدم به خداوند عصیان کرد، مرتکب مقصد جرم شد. همه گپ در تورات دیدی نوشتگی است. گفت بله. گفت پس تو مرا ملامت میکنی برای کاری که خداوند 40 سال پیش از خلق کردن من در نامه اعمالم نوشته است که آدم عصیان میکنه و از جنت رانده میشه، تو مرا برای همین کار میگه ملامت میکنی؟ و میگه فحج آدم و موسی علیه السلام. در بحث غلبه جانب آدم علیه السلام بود. حضرت موسی خاموش ایستاد. اما خاموش ایستادن این معنی او را نداره که آدم علیه السلام بگه که خداوند در تقدیر من نوشته استش، از همین خاطر من امکان علاج او را عوض کردن نداشتم. نه، اینجا ملامت کردن حضرت موسی از جانب پدرش آدم علیه السلام به او خاطر است که میگه ای موسی تو میدونی که من در بدل یک جرمی که مرتکب شدم مدت 1000 سال توبه کردم و گریه کردم و ناله کردم و خداوند ما را عفو کرد و در تمام کتب آسمانیش این را ثبت کرد، از جمله در تورات هم اومده است که خدای تعالی گناه ما را آمرزید. تو حال ما را طعنه میزنی برای هم کاری کردگی؟ معنای گپ این است. هیچ کدام ما و شما نمیتونیم بگیم که خدای تعالی نوشته استش ای دستی ما چی میوید. سبحان الله، این خیلی گپ نیست، این گپ جنایت است. و آدم علیه السلام هم گپ نگفت. گفت ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا گفت بر جان خود ظلم کردیم، عصیان کردیم، سرکشی کردیم. اگر تو گناه من نبخشی، اگر تو هدایتم نکنی و مغفرت نکنی، هر آینه من از زیانکارا هستم، در عذاب و مشقت باقی میمونم. و مدت 1000 سال گریه و ناله کرده، از خدا توبه طلبید و خداوند گناهش بخشید. از پدر آموز ای روشنجبین، ربنا گفت ظلمنا بعد از این. از پدر تعلیم بگی، نه بهانه کرده، نه تقصیر جست، نه بنای مکر حیلت برفروخت.
حیله نکرد که پروردگار آخی خود پیش از خلق کردن من در نامه اعمالم ثبت کردم به دستی که من جنایت میکنم و مقصد سرکشی میکنم به جزا گرفتار میشم. ایگه پنه گفت. باز آن ابلیس مکر آغاز کرد که بدم من سرخرو کردیم زرد، رنگ رنگی توست سباغم تویی، اصلی درد و آفت و داغم تویی. شیطان سرکشی کرد. سبب رد شدن مردود شدن شیطان ای است که جوانمرگ شیطانی بدگهر به کله نگرفت گناه شد. گفت ربی بما اغویتنی، پروردگارو به سبب آن که مرا در اغوا انداختی. نگفت که گناه از خودم شده است، بلکه گناه را به دیگران نسبت داد. بر درخت جبر تا کی برجهی، اختیار خیش را یک سنیهی. رو بخوان ربی بما اغویتنی، تا نسازی بدی و ره کج نزنی. پس هر کس ادعا میکنه که در نامه اعمالم همین خیلی نوشته بدست از همین خاطر برای معلومات نکنه، او پیروی شیطان است، پیروی رحمان نیست، پیروی آدم نیست، پیروی موسی نیست، پیروی محمد نیست، بلکه پیروی شیطان است. زیرا این سخن خودش سخن شیطانی است و همه عمل شیطانی محسوب می شود. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار همراه اصحاب بزرگوار نشسته بودند. حدیث متفق علیه است، بر روایت از علی رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار و مقعده من الجنه. گفت هر کدام شما جاهاتون نوشتگی است، علاج نداره. هر کس جنتی ها نامشو در جنت ثبت است، دوزخی ها نامشو در دوزخ. صحابه ها گفتن یا رسول الله افلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل. ای حبیبی خدا، گفتن در این صورت عمل چی لازم است؟ پس ترک عمل میکنیم، توکل به کتابو میکنیم. هر کس جنتی باشه جنت میروه، هر کس دوزخی باشه دوزخ میروه. عمل چی لازم بده است؟ قدر جان غم دادن چی لازم بده است؟ حضرت گفت اعملوا فکل میسر لما خلق له. شما عمل کنید، به هر کس همون عمل میسر میگردد که خداوند برای همون خلقش کرده است. فاما من کان من اهل سعاده فییسر لعمل اهل سعاده. هر کسی را خداوند جنتی کرده است، جنتی خلقش کرده است، برای او عمل جنتی ها میسر می شود. ساعتی نماز اومد نمازش می خواند، وقتی فرض در ذمه‌اش است به قرار می گردد، روزش می دارد، امکان پیدا کرد حج خانه خدا را انجام می دهد، زکات مالش می پردازد. همه عمل ها عمل جنتی ها است و خداوند و پیغمبرای بزرگش ما و شما را خبر کردیان. پس به هر کسی که عمل جنتی ها میسر گردد، یعنی هر کسی را خداوند جنتی گردانده باشد، به او عمل جنتی ها میسر می شود. و اما من کان من اهل الشقا فییسر له عمل اهل الشقاوه. اما هر کسی که اهل دوزخ است، همه عمل دوزخی را دوست می دارد. دست به فسق و فجور می زند، دست به حرام و حلج می زند. اگر نصیحتش کردیم میگه در تقدیر من خیلی نوشتگی به دست، از دستی من چیکار می آید؟ هر نیک بده که آید از من با وجود، تو بر سری من نوشته من چی کنم؟ با همه شعار فاسقاشی دست متاسفانه امروز. حضرت مولوی در جواب همه جبرگراها یک نظم بسیار عالی گفته است. انشاءالله همون نظم میخونیم و وقتی نمازم شده است نماز شروع میکنیم. حضرت میفرماید اون یکی میرفت بالای درخت، میفشاند او میوه رو دزدانه سخت. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی، از خدا شرمی تو کو چی میکنی؟ یک مردک بالای درخت برآمده است، ملا طبیعت بده است، جوان مرد با کم کم سواد هم داشته است، دعوای عالمی هم میکرده است. میوه باغی کسی را دزدی میکند که صاحب باغ میآید و میگه اخی خونه در بلندی
تو دعوا میکنی که من علم دارم، دانش دارم، ایزا نمیکشی. تو نمیدونی که مال کسی را گرفتن حرام است، دزدی است. گفت از باغ خدا بنده خدا میخرد میوه که حق کردش عطا. عامیانه چی مذمت میکنی؟ بخل بر خوان خداوندی غنی. تو یک عوامی بی سواد گفت چی مذمتم داری؟ باغ خدا، من بنده خدا، اگر فرمان و مشیت خدا نباشه هرگز من بالای درختی تو برآمده نمیتونم. واقعا من میوه را که خدا برام رزق روزی کرده است همون را خورده استم، تو چی مذمت میکنی؟ گفت ای ایبک بیاور آن رسن تا بگویم من جوابی بالحسن. بچه‌ش امر کرد که بچه جان برا بنده بیار من جوابی را بتم که. پس ببستش سخت آندم بر درخت، میزد و بر پشت ساقش چوبی سخت. بعد گرفت در تنه همون درخت بستش برش بست با یک چوب با یک تیغ. گفت آخر از خدا شرم بدار، میکشی این بیگنه را زار زار. این مرده که خوب گفت از خدا شرم نمیداری، برای یک کف میوه میکشیم. گفت با چوب خدا این بنده اش میزند بر پشت دیگر بنده اش. چوب حق پشت پهلو آن او، من غلام آلت فرمان او. و تو گفت عالمی دانشمندی، چوب خدا، من بنده خدا، اگر امر خدا نباشه من تر نبسته میتونم، نزدت میتونم. به فرمان خدا برگای درخت نمیخلته. تو چی دعوا میکنی؟ با امر خدا زده استمت، پشت پهلوی درم از خدا است. گفت توبه کردم از جبر عیار، اختیار است اختیار است اختیار. گفت توبه کردم نکشم که حقیقتا انسان اختیار داره، اختیاری کردن و نکردن کاری را خداوند براش داده است. بعد حضرت نصیحت میکند، یک مثال ای دل پی فرق بیار تا بدانی جبر را از اختیار. همین یک مثال عادی میگه براتون میارم و به همین معین میگرده که جبر چیست، اختیار چی است و بینشو چی تفاوت است. دست کن لرزان بود از ارتعاش، وین که دست را تلرزانی زیجاش. بعضی شخصا به سبب بیماری یا به سبب پیر و بیمدار شدن دستاشو میلرزد، دست خشونه نگه داشته نمیتونن. و حالت دیگه‌مش اینا من مثلا دستم نمیلرزه و اینا لرزونده باشه. هر د جنبش آفریده حق شناس، هر درم خدا خلق کرد، هر د به مشیت خدا است. هم جنباندن دست من اگر خدا راضی نباشه من انگوش جنباندن نمیتونم، و هم جنبیدن دست شخصی بیمار. لیک نتوان کرد این با آن قیاس، اما اینا به هم دیگر مقایسه پذیر نیستند. زیرا که این را من به اختیاری خودم جنبانده استم، او بیچاره بیمار اختیار نداره در کارش، جبران شدسته است. از همین خاطر در اعمال شرعی لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین. نزد اهل سنت و الجماعه ما نه قول جبر قبول داریم نه قبل قدری ها را که انسان خالقی اعمال خود است، بلکه امر بین امرین که انسان کاسب است و خداوند خالق اعمال. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. نوردین پسر حاجی عمرالدین دعا میکنیم. این برادر یک خیر کرده است، به حد پنهانی کرده است خیرش که باور کنه در همون سیستم پاییز که گوگل در اومدیم بعد پیداش کردیم. خداوند خیر احسانش قبول و مقبول گرداند، در نامه اعمالش ثبت سازد. در حق ثمرالدین برادرمون که محیب از خداوند از جمیع بلا و آفات ارضی و سماوی نگهبانش باشد. در حق استاد حاجی شمس‌الدین دعا میکنیم که خداوند سعادت دارین نصیب و روزیش گرداند، در کسب و کار و زندگیش برکات عطا کند. در حق برادرم حاجی سفر به منزل نو کوچیده است، خداوند منزل براش مبارک گرداند، مساعدت کنه که همیشه از خونش صدای تلاوت قرآن و ذکری فرزنداش به گوش رسد. در حق برادر یک شاگرد داریم سید عطا و ایشون جمال الدین. سید عطا را وعده کردیم در حق دعا میکنیم، ایشون جمال الدین هم خچ کوش کرد که مورم همجا کوش کردون.
دعا میکنیم که خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشه و میل و محبتشون به اسلام بازم زایدتر گرداند. در حق برادر حاجی سلطان و جمیع محبان، هر کسی که محب است، هر کسی اسلام دوست می‌دارد، هر کسی که محمد صلی الله علیه و سلم دوست می‌دارد، هر کسی که علما را که وارثای محمد صلی الله علیه و سلم هستند دوست می‌دارد، خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبان باشد، جمیع مراد